درود بر همه ایران سپیشاپی عزیز و دوستانی که توی یوتیوب دارن ما رو تماشا میکنن. بچه ها اومدیم با پارت دوم آموزش بیسیک. خیلیاتون گفتید عمو رامتین چرا ویدیو بیسیک بتل رویال نمیذاری؟ اونم بچه ها میذاریم، مولتی پلیر که تموم شد اونم میذاریم. خیلی هم گفتید نه سنس بذار، ما بلد نیستیم سنس بشینیم یا سنسمون به مشکل خورده. اونم بچه ها میذاریم. اتفاقا سنس یکی از مباحث جذاب تنظیماته. خب دوستان عزیز بریم ببینیم تنظیمات. بچه ها من هادمم اوکی کردم، هاد آیپدم و هادش 8 انگشتیه، فقط سنس هم هنوز اوکی نکردم بچه ها. اگه خورده فلج بازی در آوردم به خاطر اینکه سنس هنوز اوکی نشده. کجا بودیم؟ ژیروسکوپ بودیم بچه ها، بالا بود فکر کنم، خیلی ردش کردم. این ژیروسکوپ بود. آلوایز اسپرینت رو اگه یاد ندادیم الان یاد میدیم، اگرم یاد دادیم یه بار دیگه یاد میدیم بچه ها. این آلوایز اسپرینت بچه ها مربوط به دویدن شما. اگه آف باشه شما اینجا میتونید برای سنسیویتی تعیین کنید. آلوایز اسپرینت یعنی همیشه دویدن یا یه همچین ترجمه ای داره. سنسیویتی وقتی براش تعیین میکنید در واقع شما دارید مشخص میکنید که چه مقدار جویستیکتون هم این دکمه راه رفتن. بذارید من توی هاد روشنش کنم که ببینیدش. اینجاست در واقع، چون بزرگش دارم میکنم. جویستیکتون رو اینجاست، بازم نمیتونید ببینیدش، ولی خب جویستیکتون رو تنظیم میکنید که چقدر به جلو بکشیده شروع کنه دویدن. ببینید الان من سنسیویتی رو گذاشتم روی سی، همینطور که چرا سه گذاشتمش. ببینید من دستمو دارم میکشم جلو، ببینید کاراکتر داره آروم آروم راه میره. میبینید وقتی که تا یه حدی دستمو برم جلو یه کاراکتر شروع میکنه دویدن و دو شروع میشه در واقع. حالا اگه شما اینو بذارید روی 100 کاراکتر در جا میدوه، یعنی کلا شما نمیتونید دیگه آروم با کاراکترتون راه برید، همیشه کاراکترتون در حال دویدنه. برای اینکه کاراکترتون همیشه بدوه و آروم راه نره یا نشینه میتونید آلویز اسپرینت رو آن کنید یا سنسیویتیشو بذارید روی 100. فقط چون هندکم یه خورده نوراش مشکل داره، البته این عادیه توی هندکم چون صفحه آیپده دیگه. بذارید من مشکلش رو حل کنم. بهتر شد فکر میکنم. خب بچه ها بریم گزینه بعدی. کانتینوس ترو گرینید ترو. بچه ها تروشو میکنم، گرینیدشو نمیکنم. این مربوط میشه به گرینید بچه ها. من نید دارم، آره اینجا من نید دارم. خب بچه ها بریم تو تنظیمات. این گزینه کجا رفت؟ پایینه. آره کانتینوس گرینید فکر میکنم مربوط به تون پرتاب کردن نید باشه. حالا بذارید من ببینم 2 نید یا اسموک دارم. این تبر 2 تاست، با دست چپ پرت میکنه. اینی که با دست چپ پرت میکنم بچه یکی از تنظیماتی که بهش میرسیم. ببینید بذارید من حالا اون گزینه‌ای که با دست چپ پرت میکنن رو آف کنم تا متوجه بشید. ببینید در حالت عادی اگه کانتینوس گرینید رو من پیدا کنم، آلویز اسپین میناش آفش کنیم، ببینید با هر پرتاب در واقع تبر باید یک بار دیگه روش کلیک کنید بیاد دستتون و دوباره پرتش کنید. یعنی نمیتونید پشت سر همینو پرتش کنید. اگه کانتینوس گرینید رو وارد تنظیمات بشید و آنش کنید که ایناشش، ببینید الان من میتونم پشت سر هم تبرم پرت کنم. ببینید خیلی سریعتر میتونم این کار انجام بدم و خیلی بهتره در واقع. خیلی اوکیه، میتونید ازش استفاده کنید، مخصوصا توی بتل چون شما مثلا میخوای اسپوک کنی جلو راه تو، وقت نری همش بزنید روی نید، میتونی از این گزینه استفاده کنی چون این گزینه رو ما توی بتل هم داریم.
اسلاید هینت بچه‌ها این گزینه چیکار میکنه؟ ببینید من آفش میکنم. بذارید گزینه اسلاید زدن رو توی هات پررنگش کنم تا متوجه بشید. ببینید این گزینه اسلاید زدنه. در حالت عادی من میدوام و اسلاید میزنم، هیچ مشکلی وجود نداره و دکمه اسلاید حالت نرمال یعنی شکل نشستن داره. من وقتی کلیک کنم روی دکمه نشستن اسلاید میزنه. ولی اگه ما اسلاید هینت رو آن کنیم چه اتفاقی میفته؟ زمانی که کاراکتر من بتونه اسلاید بزنه دکمه نشستن به دکمه اسلاید زدن تغییر میکنه. ببینید مثلا من رو هوا نمیتونم اسلاید بزنم، برای همین دیگه دکمه اسلاید برای من نمیاد. اینطوری میتونید متوجه بشید چه زمانی میتونید اسلاید بزنید تا یهو وسط کار کاراکتر نشینه. چیز کاربردی و خفنیه. حالا بریم، برای من فرقی نداره بچه‌ها. حالا آنش میکنم چون گفتم چیز خوبیه دیگه، خودم هم استفاده کنم. دمیج نامبر بچه‌ها این مربوط میشه به اعداد دمیجی که مینویسه وقتی هیت میزنید به انمی، شلیک میکنید به انمی، یعنی مینویسه چند تا دارید دمیج میزنید. اگه آف باشه که هیچ اتفاقی نمیفته، حالت نرمال انمی رو میکشید. اگه آن باشه بذارید من یک رایفل بردارم. ببینید مثلا این انمی سیاه‌پوست رو اینجا ما داریم. اصلا همین ویدیو بچه‌ها نجات پرستی نیست، ما به همین نجات احترام میذاریم. ببینید مینویسه چند تا داره دمیج میخوره. حالا من یه هیت دیگه بزنم انمی بدبخت میمیره، برای همین ما نمیکشیمش چون لازمش داریم. البته میتونیم چند تا دیگه هم ازش اضافه کنیم. بات های زیاد به به. خب حالا فهمیدید دیگه بچه‌ها، این دمیج نامبر دمیجی که به انمی‌ها میزنید و محاسبه میکنه و بهتون نشونش میده. اینم شدت رنگشه. وقتی 100% باشه این اعدادی که مینویسه خیلی پررنگن. وقتی که کمش کنید این نبود، این بود بچه‌ها. حالا کم نمیشه. ببینید کم رنگ میشن. ببینید چقدر کم رنگ شد. شاید مثلا نتونید ببینیدش. توی رکورد خود آیپد راحت‌تر معلوم میشه، تو هندکم مشخص نیست. خب اینو دوباره زیادش میکنیم. اسپلیتر و BTN بچه‌ها این باز مربوط میشه به نید. ببینید الان من این گزینه رو فعال کردم. بذارید پیداش کنم. اینا الان فعاله. ببینید من 2 تا گزینه نید دارم. حالا برای شما مشخص نیست زیاد، من آیپد خودم بیارم بالاتر. این پایین 2 تا گزینه دارم برای نیدم. یکیش این آمپول است، یکی دیگهش نید، یعنی جداست. در حالت عادی اول بازی که شما وارد میشید این گزینه در واقع خاموشه، یعنی اسپلیت نیستن، جدا نیستن گزینه های نیدتون. الان که آفش کنم ببینید یه دونه شد. بذارید من یه چیزی که نید داشته باشه ببینید یه دونه شد. با زدن روی این گزینه سویچ بالاش میتونم بین نیدا سویچ کنم و نید مورد نظرم رو استفاده کنم. اگه شما زیاد مشکل ساز میشه براتون و چون این دکمه کوچولوئه نمیتونید روش کلیک کنید و نیدتون رو انتخاب کنید، میتونید اسپلیت کنید، جداشون کنید تا راحت تر بشه. چون بعضی وقتا ممکنه به جای اینکه روی عوض کردن کلیک کنید اشاره بزنید روی نیدتون، وسط فایل نید بگیرید دستتون و مشکل براتون ایجاد بشه. حالا دوباره میریم آنش میکنیم. وپن اینسپکشن بچه‌ها این مربوط میشه به گزینه اینسپکت کردن گانتون. هارد پوینت بود فکر میکنم. الان ما دیگه اونجا کاری نداریم. فکر میکنم گزینه‌های مربوط به گرنید تموم شد. اگه بود دوباره برمیگردیم به همون سینگل پلیر خودمون. فعلا وارد ترینینگ رنج میشیم تا باقی تنظیمات رو بهتون یاد بدم. خب یه گان بر میداریم. بذارید ببینم اینا وپن اینسپکشن بچه‌ها در حالت عادی این آفه. ببینید در حالت عادی شما برای اینکه گانتون رو اینسپکت کنید، گانتون رو نگاه کنید، باید بزنید روی بخش دنس، این گزینه وسط رو بزنید تا گانتون رو بتونید تماشا کنید. اما اگه شما این گزینه رو آن کنید یک در واقع گزینه مجزا توی هادتون اضافه میشه، یه دکمه مجزا اضافه میشه
که با کلیک کردن روش میتونید گان رو اینسپکت کنید. حالا فکر کنم من این گزینه بیچاره رو نامرئی کردم، بذارید ببینمش. نه اصلا روشنش نکردم. این گزینه رو میبینید اینجا. این گزینه براتون اضافه میشه توی هادتون و میتونید با زدن روش گانتون رو اینسپکت کنید و لذتش رو ببرید. حالا میریم پایین‌تر دوباره سراغ گزینه بعدی، میسیک وپن پروژکشن. بچه‌ها این مربوط میشه به تنظیمات گرافیکی بازی. بچه‌ها در واقع مربوط میشه به گان‌های متیک. وقتی که این گزینه رو شما آن میکنید، گان‌های متیک یه سری افکت‌های اضافه دریافت میکنن، نه اونقدر افکت‌های خفن. در واقع صرفاً دارن گیم رو برای شما سنگین‌تر میکنن و به نظر من هیچ فایده‌ای ندارن. آفش کنید، چون شما حتی اگه بیاین گرافیک بازی رو بذارید روی مکس، حالا روی لو من گذاشتم، بذارید روی مکس، هیچ فایده‌ای براتون نداره. یعنی هیچ فرقی شما نمیتونید احساس کنید. در واقع بازی تفاوتی توی گرافیکش ایجاد نمیشه، اونقدر تفاوت خفنی که شما فکر کنید واو چقدر قراره گیم لذت بخش بشه. نه اینطور نیست، فقط صرفا لگ میگیرید. جامپ بیتین ساپورت جامپ کلایم. بچه این چیکار میکنه؟ وقتی که آف باشه که هیچ، میاد کنار دیوار، میپرید، دیوار رو میگیره و میره بالا خیلی راحت. حالا اگه شما این گزینه رو آن کنید، من دوباره پیداش کنم، این آشش، اگه اینو آن کنید دیگه کاراکترتون نمیگیره هیچ جایی رو تا بره بالا. ببینید کاراکتر هم اینجا نمیگیره، گیره. در حالت عادی نمیگیره. بچه‌ها اگه میخواید کاراکترتون یه جایی رو بگیره و بره بالا، وقتی پریدید گزینه جلو رفتن رو در واقع مثلا دارید جلو میرید، بپرید و گزینه جلو رفتن رو یک ول کنید و دوباره نگه دارید. اینطوری از در دیوار میره بالا. ببینم از این میشه رفت بالا؟ نه از این نمیشه، مثل این که رفت بالا. آره نمیشه. اگه میشد میتونستم بهتون نشون بدم. خب دیگه گزینه همینه، یعنی در حالت عادی که شما میتونید از همه چیز برید بالا، وقتی اینو آن میکنید دیگه کاراکترتون چیزی رو نمیگیره و نمیره بالا. چیز کاربردی میتونه باشه، میتونه هم نباشه. چرا؟ چون که شما همیشه که گیر نمیکنی به در دیوار، گاهی میخوای از عمد مثلا از یه های گراند بری بالا، یه دیواری رو بگیری بری بالا، ولی وقتی این گزینه رو آن میکنی دیگه هیچ جا رو نمیگیره بره بالا. خیلی مشکل سازه. به نظر من بیشتر سعی کنید روی موومنتتون کار کنید تا در دیوار رو اشتباهی نگیرید تا اینکه بخواید این گزینه رو روشن کنید. بریم آفش کنیم. کجا رفت؟ ایناش آفش کنیم. Enable left hand tactical. بچه‌ها اینم مربوط میشه به همون پرت کردن تکتیکالمون، یعنی همون فلش بنگ و دسته مربوط به همونا که فکر میکنم توی مشق قبل دیدید که من با دست چپ تبر رو پرت کردم. این همونه. وقتی آف باشه که هیچی، به صورت نرمال شما نیدو میگیرید دستتون پرت میکنید، ولی وقتی آن باشه فقط و فقط تکتیکال هاتون رو وقتی گان دستتون باشه با دست چپ پرت میکنید. تکتیکال ها میشن نیت های سبک مثل فلش بنگ، اسموک، نمیدونم تبر و این داستانا. حالا میریم گزینه بعدی. گزینه بعدی شو نامبر اف میتیک پروژکشن. بچه‌ها این هم باز مربوط میشه به همون گانای میتیکتون. آف کنید، کلا هر جا دید اسم میتیک نوشته آفش کنید، اصلا نرید تحقیق کنید ببینید چیه، چون کلا اینا این گزینه‌ها بازی فقط سنگین میکنن و هیچ فایده‌ای ندارن. نتورک اینستیبیلیتی DMG لوز آلرت. ببخشید این گزینه مربوط میشه به ضعیف بودن اینترنتتون. ببینید شاید مثلا اگه این گزینه رو روشن داشته باشید، دیده باشید بین مچ مثلا دارید بازی میکنید، مثلا واسه تیر زدن انمی یهو یک علامت در واقع آنتن میاد وسط صفحه که قرمزه و تیرای شما دیگه نمیخوره به انمی. این همونه، اون آنتن رو میاره وسط صفحه و به شما میگه که آقا جان پینگت بده، برو پینگتو درست کن و برگرد. در واقع یه اخطاریه، چون همیشه که شما نمیتونید چشمتون به پینگتون باشه ببینید کی خوبه کی بد. این چیز خوبیه، چون قبل از اینکه برید تو فایت بهتون میگه که آقا پینگت بده. این گزینه رو آن کنید بچه‌ها، چیز خفنیه. من خودم آنش کردم. حالا کجا رفت بچه‌ها؟ گمش کردم. این آشش.
آره اینه. این گزینه رو آنش کنید. فقط بچه یه نکته دیگه، ما 2 تا گزینه رو بالا جا انداختیم، یعنی 2 تا پریدیم جلو. این 2 تا گزینه اولیش وپن ویو میرورینگ هستش بچه‌ها، مربوط میشه به برعکس شدن گانتون توی دستتون. یعنی گانتون الان تو دست راستتونه میره دست چپ. این گزینه اگه آف باشه که هیچی، اگه آن باشه یه گزینه توی هادتون اضافه میشه. حالا من فکر کنم این گزینه رو کم رنگش کردم، بذارید پررنگش کنم. آره این هاشش، اینو بر ندار، خواهش میکنم. همه چیزو دست زدم به جز این گزینه اضافه میشه تو هادتون. ببینید وقتی روش کلیک میکنم گان توی دستم جابجا میشه. این برای کسایی که مثلا دست چپن میخوان گانشون رو جابجا کنن. البته که چیز خفنی نیست، چون به جای اینکه گانو جابجا کنه فقط حالت آینه گانتون رو برعکس میکنه تو اون دستتون. چطور نمیدونم چطور بهتون توضیح بدم و یه خورده رو مخه. انمی تاکتیکال اسکوپ فلش بچه‌ها این چیکار میکنه؟ شاید دیده باشید یه انمی از یه رنج دور، از یه فاصله دور میخواد شما رو اسنایپ کنه و این گرفته سمتتون و نور اسکوپش دیده میشه و شما میفهمید. اگه این گزینه آف باشه اون نور دیده نمیشه، یعنی نور اسکوپش رو به شما نشون نمیده. ولی وقتی آن باشه، وقتی یه اسنایپر سمت شما هدف بگیره، ایم بگیره، اسکوپش انعکاس نور میزنه، یعنی یک نور سفید روشنی به شما نشون میده که میگه آقا جان یه اسنایپر خطتو گرفته و میخواد بزنتت. چیز خفنیه، حتما آنش کنید. این 2 تا رو هم که گفتیم. میریم گزینه بعدی، وپن اینسپکت وایل اسپرینتینگ اند جامپینگ. بچه‌ها این چیکار میکنه؟ مربوط میشه به اینسپکت یا همون دیدن گانتون، نمایش گانتون، انیمیشن گانتون. وقتی آف باشه، ببینید من بذارید اینو برم اون دستم چی شد، من اینو آف کردم بچه‌ها، بدبخت شدیم. ببینید دارم اینسپکت میکنم گانو. وقتی میخوام بدوام از روی اینسپکت برداشته میشه، وقتی میپرم از روی اینسپکت برداشته میشه، دراز میکشم برداشته میشه، نمیدونم هر کاری میکنم برداشته میشه. اگه میخواید در حین دویدن بتونید گانتون رو اینسپکت کنید، بیاید اینجا و گزینه وپن اینسپکت وایل اسپرینتینگ اند جامپینگ رو فعال کنید. چه اتفاقی میفته؟ وقتی شما داری اینسپکت میکنی میتونی اسلاید بزنی، دراز بکشی، البته دراز بکشی از اینسپکت برداشته میشه، اسلاید بزنی، بپری، هر کاری دوست داری بکنی. خیلی چیز خفنیه و معمولا اونایی که نمایش پلی میدن خیلی به دردشون میخوره. میریم پایینتر، میرسیم به گزینه تیمیت مارکر. ببینید حالا اگه یکی از هم تیمیان بمیره که نمرد، ببین بچه‌ها اگه انمی تیر بزنه این گزینه فعال کنید. انمی وقتی تیر بزنه شما توی نقشه میتونید انمی رو ببینید، یا اگه تیمیت هاتون، هم تیمی هاتون بمیرن، روی نقشه بازم بهتون نشون میده که کجا مردن. این گزینه مربوط به این میشه، اگه البته بازم اشتباه نکنم، ولی چیزی که من یادمه اینه. بریم سراغ گزینه بعدی. این بچه ها مربوط به میستاچه، یعنی اشتباه لمس کردن یا یه همچین چیزی. وقتی که آف باشه که هیچی، حالت نورمال بازی میکنید و لذتشو میبرید. ولی وقتی آن باشه حساسیت دکمه هاتون کم میشه. یعنی چی؟ یعنی بازی حساسیت رو کم میکنه که اگه شما اشتباه دستتون خورد مثلا روی اسلاید زدن، کاراکتر اسلاید نزنه، مثلا اشتباه نکنید، کمتر اشتباه کنید. به این دلیل این گزینه در واقع این کارو میکنه که اصلا چیز خوبی نیست، بهتون توصیه نمیکنم ازش استفاده کنید بچه‌ها. چرا؟ چون که همونطور گفتم حساسیت دکماتون رو میاره پایین. ممکنه شما از عمد مثلا کلیک کنید روی شلیک کردن و گانتون شلیک نکنه و ممکنه مشکل ساز بشه براتون، پس آفش کنید. بولت ترایل افکت این لو گرافیک کوالیتی بچه‌ها وقتی آف باشه چه اتفاقی میفته؟ ببینید بذارید من یک گانی بردارم که در واقع بذار اینجا باشه. خب خودمون رو کشتیم بچه‌ها. ببینید ببین الان من دارم تیر میزنم به دیوار. شما توی صفحه آیپد میتونید بهتر متوجه بشید. ببینید تیرام میخوره به در دیوار و یه حالت
بی‌حس و حال غیر طبیعی و خشکی داره. ولی وقتی آنش میکنیم، بذارید من گانو یه بار ریست کنم. ببینید الان وقتی تیر میزنم، ببینید خط تیرم مشخص میشه، یک حالت دودی پشت گلوله ها مشخص میشه که گلوله ها دارن کجا میخورن. چیز خیلی خفنیه بچه‌ها. اونقدر هم که فکر میکنید لگ ایجاد نمیکنه براتون، یعنی چیز بدی نیست. البته اگرم خیلی دیگه دیوایستون ضعیفه میتونید آفش کنید، که من حالا فرقی نداره برام زیاد، چون آنچنان لگی نمیزنه گوشیتون به خاطر این گزینه. هیتینگ ساوند اینچنتمنت بچه‌ها، میریم تا گزینه فست کلایم و این ویدیو به پایان میرسه و میریم برای پارت بعد. هیتینگ ساوند اینچنتمنت بچه‌ها این چیکار میکنه؟ صدای شلیک کردن به انمی رو تغییر میده. اگه آف باشه شما همون حالت نرمال در واقع صدای شلیک کردن به انمی دارید. ببینید صدای کشته شدن انمی ها و خوردن گلوله بهشون همون حالت نرماله، هیچ تغییری نمیکنه. ولی وقتی شما این گزینه رو آنش میکنید، هیتینگ ساوند اینچنتمنت، ببینید صدا رو چقدر تغییر کرد. صدای کشته شدن انمی هم به شدت تغییر کرد. یعنی شما اینو امتحان کنید متوجه تغییر صدا میشید. خیلی چیز خفنیه. اگه از صدای عادیه کال آف دیوتی خسته شدید، میتونید این گزینه رو آن کنید. یه چیز جدیدیه، خیلی حال میده برای چند مچ اولی که باش بازی میکنید. این بچه‌ها، من این گزینه تیمت مارکر رو بچه‌ها اشتباه گفتم. این مربوط میشه به همونی که هم تیمیاتون اگه بمیرن شما میتونید تو نقشه ببینیدشون. این یکی باز مربوط میشه به اونی که انمیا وقتی شلیک کنن شما توی نقشه میبینیدشون. ببینید وقتی این آف باشه انمیا دارن تیر میزنن. ببینید صدا تیرشون رو من دارم میشنوم. دارن تیر میزنن و توی نقشه نشون نمیده، ولی وقتی این آن باشه توی نقشه با نقطه های قرمز انمیا رو بهتون نشون میده. حالا بذارید تیر بزن آقا. چه تیر نمیزنن بچه‌ها؟ او فکر کنم یه بار از صداش اومد بچه‌ها. دیدید توی نقشه اینا نقطه قرمز نشون داد. البته اون صدا خفیفه بود نشونه، برای همین صدا نمیده. آره دیگه بچه‌ها، دیگه انمی اگه شلیک کنه و صدا داشته باشه گلولش، یعنی سایلنسر نباشه رو گانش، میتونید صداشو بشنوید توی نقشه و ببینیدش. و گزینه آخر این پارت فست کلایم، یکی از گزینه‌های خفن، وقتی آن آف باشه ببینید بچه‌ها شما حالت نرمال بازی میکنید. من اینجا رو میگیرم میرم بالا، دیدید خیلی عادی میرم سمت دیوار برای اینکه بتونم ازش برم بالا. دکمه پریدن رو میزنم. حالا اگه شما بیاد اینجا، بذارید من برم پایین پیداش کنم، اینا هاشش بذاریش رو اوتو، چه اتفاقی میفته؟ ببینید وقتی شما نزدیک دیوار میشید خودش میره بالا. ببین اصلا من کاری نمیکنم، خودش میره بالا. وقتی در حین دویدن باشید خودش دیوار رو میگیره و میره بالا. حالا اگه این گزینه رو شما بذارید روی فست، بذارید روی فست، چه اتفاقی میفته؟ در حالت عادی نمیگیره دیوار رو، ولی وقتی که دو بار در واقع این دکمه راه رفتن رو میدید به جلو، ببینید من دارم میدوام الان، ولی وقتی این دکمه جویستیک رو میبرم تا ته جلو، ببینید اره دیوار میره بالا. ولی خب اگه میخواید اشتباه نکنید و دیوارا رو کمتر بگیرید و برید بالا، میتونید اینو آفش کنید. من خودم آفش میکنم، استفاده میکنم. بچه‌ها این بود از گزینه آخر تنظیمات بیسیک. احتمالاً همین امروز ویدیو رو ادیت کنم و بچه‌ها و براتون آپلودش کنم. یه ویدیو هم قرار داشته باشیم بچه‌ها مربوط به جوایز رنگ، چون خیلی از بچه‌ها میان میپرسن مثلا آقا ما اینا رو چطور تکمیل کنیم؟ ما داریم بازی میکنیم اینا رو مثلا به ما نمیده. نمیدونم این گان لگسی رو ما چطور بگیریم؟ این گان لگسی رایگان رو ما چطور باید دریافت کنیم؟ چطور میتونیم مدال های بیشتری دریافت کنیم توی این ایونت؟ از این توکن ها چطور دریافت کنیم که بتونیم اینجا باش اسکین بخریم و کمو سیزن 1 بخریم؟ اینا رو من توی ویدیوهای آینده بچه‌ها بهتون توضیح میدم و یه ویدیو اختصاصی براشون میسازم و قرار خیلی ویدیو خفنی بشه.
پس حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی رو از دست ندید. روزتون خوش.